یه باگ سیزن و یه دونه لودات. اول لودات یه گسته مجانی بریم داریم که مطمئنن همه تون دارین. یه نینجا معمولی بریم داریم. یه اسنوبورد معمولی بریم داریم. این شده از این. حالا بریم سراغ باگمون. باگمون اینطوریه که شما باگتون اینطوریه که شما اول کلت لژند رو میارین اگه دارین. البته الان هم هستین مطمئنن همه تون دارین. نیست الان من میارم. بعد میرم تو لابی چنل سم میکنم و حالا اینجا اینو میزنم. حالا میایم اینجا و با این صحنه مواجه میشیم. واسه هر کی باگ پیش اومد بگه میتونین. حالا اگه از این طور باگ دوست نداشتین اینطوری بذارین که برین روی دسته اسنایپا. اینطوریش هم فوق العاده خوشگله. یه دیل کیوب داریم. من دوست دارم دیل کیوب اینطوری نگرد باشه. دیل کیوب بلک مارکت خودم ور داره. الان اگه ما میخوایم این ستا بهتون نشون بدیم اینطوریه. همینو بزنیم. یه رنگ هم روش بذاریم. رنگ مشکی میذاریم. یه گل بذاریم. همین رنگو میذاریم. میم اینجا و باگمون رفت. اگه دوست داشتین از بین ببرین. ولی یه باگ دیگه هم کشف کردیم که اینجا نگاه کنین. اصلا اکتیویژن چیه؟ باکتیویژن اینو بهتره بگین تا اکتیویژن. همین باکتیویژن واسه چی خوبه؟ نه اینو میبینین. حالا دیگه نمیبینیم. وای